الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. اما بعد، تربیه یتیم و همچنین طفل‌هایی که تولد می‌شوند پدر و مادرشان شناخته نمی‌شود، در این یگان شک و شبهه نیست، بسیار ثواب زیاد دارد. الله تعالی در عام صفات از مسلمان ها یاد می‌کند: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. صفات مسلمان هم این است که با محبت طعام می‌دهد، مسکینا بر مسکینها، نادارها، فقیرها، و یتیما و یتیمها، صغیرها، بی پدر و بی مادرها، و اسیرا و بندیها. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه. من با کسانی که سرپرستی یتیم را به عهده میگیرند به مانند دو انگشت اشاره کردند که انگشت سبابه و وسطی، یعنی روز قیامت در جنت فاصله من با آن کسی که سرپرستی یتیم را میکند به مانند این است که اشاره به انگشت ها کردند. کسی که الله تعالی مال و زندگی و توفیق برایش داده است، هر وقت که یتیم را یا طفل را که پدر و مادرش ناشناس است به عهده میگیرد، در قدم اول تربیت اسلام و دین را برای این طفل رعایت کند. مطابق اسلام، مطابق دین باید این را تربیت کند. در آینده امید داشته باشد که همین فرزند یک انسان مسلمان، یک قاری قرآن، یک عالم دین شود. انشاءالله این ثوابش بالاتر است، همراه این که تربیت و دستگیری میکند. از این هم ثواب یک صدقه جاریه میگیرد، از علم این، از آداب، از تربیت داده اش. بارک الله فیکم.